اگه روده درست کار نکنه هر چی رژیم بگیری فایده نداره. بیایید با هم یکی از قوی ترین پروبیوتیک های خونگی رو درست کنیم. کلم رو خوب میشوریم و خشک میکنیم. برگای روی رو دور نندازید چون لازمشون داریم. این ترکیب خوشمزه برای گوارش عالی و ضد نفخه. این پروبیوتیک خونگی بدن رو سمزدایی میکنه، سیستم ایمنی رو تقویت میکنه. چون رودم و مستقیم با مغز ارتباط داره باعث بهبود خلق و خونم میشه. بهش لبوی رنده شده اضافه میکنم، هم برای خوش رنگ تر شدنش، هم برای افزایش تمرکز و کاهش خسته. 3% وزن کلممون باید نمک دریا بهش اضافه کنیم. انقدر این ترکیب رو ماساژ میدیم تا کلم آب بندازه. میریزمش داخل شیشه، حسابی فشار میدم تا هوا بینش نباشه. آب کلمو میریزم روش و برگ کلمو میذارم روش و درش رو میبندم. 3 تا 5 روز میذارمش داخل کابینت. هر روز بهش سر میزنم، در شیشه رو باز میکنم تا حبابا خارج بشه. بعد که حسابی ترد و خوشمزه شد میذارم داخل یخچال تا روند تخمیر متوقف شه. به همین راحتی یه پروبیوتیک خوشمزه و خوش رنگ داریم که روزی 1-2 تا قاشق ازش میتونیم استفاده بکنیم. امیدوارم درستش کنی و دوستش داشته باشی.